صدای گریه طفل نوزاد در ساعت تقریبا 3 شب دقت حلیم را که از کار برمیگشت جلب کرد. روی خس و خاشاک نوزاد را با تن لوچ و نافی نابریده دید که به ایست گریه میکرد. کودک گرفتم بعد خسرو برداشتم نمیشید نافش هم را چسبیدگی بود خودش. با کمتر ایستاوردم مردک گفتم دست و وای پشت خسرو بالاتر پیچون گفتم پیچوندم. خیلی زنگ زدم سکوری آورد برد همینجا ای خنکی دستش کپ بود شده بود خنک خورده بود با وقتی کودک دست گرفتیم خب کرد نه همینجا خور بود روش خیلی خور خطی وای کندگی بود کودک. این حادثه شب 4 اکتبر رخ داد. چند بار به عیادت طفل به تولدخانه رفت اما بجز یک مرتبه دیگر پرستاران کودک را به اون نشان ندادند. چند سال ما با خودم اومدم کودک پرسید میگن ما دیگه نمیمونیم شما را واپس دیگه حق نداریم بمونیم. اون تقدیری وای کودک ماده وای نیست. به اهمیت نمیده. من میخوام واپس را بگیرم همچون خواهر یا یگان چی میخوام وای نگاه کنم. حلیم از این حادثه متاثر شده است و به قولش طفل از پیش نظرش نمی رود. با او مهر پیدا کرده است. او میخواهد طفل را به آنها به فرزندخانه بدهند. طبق قانون جوانی مثل حلیم 20 ساله و هنوز ازدواج نکرده نمیتواند کودکی را به فرزندی بگیرد. حلیم پدر و مادرش را راضی کرده است طفل را به تربیه خود گیرند. رفتیم دیدنیمو به نشون ندادن. اگر ایلاج شود گفتم من پرسیدن رفتیم که اگر چی دکومنتش آسان‌تر باشد کردنش خیلی دکومنت کنیم گیره. خودش کودک دوست دار همین جانور دوست دار همین. مقامات گفتند حلیم و خانواده‌اش برای فرزندخانه باید نوبت گیرند. حلیم میترسد که تا نوبتش رسیدن این طفل پیدا کرده‌اش را کسی دیگر صاحب می شود.